هند دومین کشور پرجمعیت دنیا با بیشترین زبان و گویش، با وجود پیشرفت‌های زیادی که تو بعضی از شهرهاش دیده میشه، هنوز هم تو خیلی از خونه‌ها خبری از توالت نیست. بر اساس آمارها حدود نیمی از مردم هند تو خونه‌هاشون توالت ندارن. این کشور معبدهای زیادی داره که یکی از این معبدها معبد موش‌هاست. اینجا موش‌ها نه تنها مهمانن بلکه مقدس هم هستن. هند کشوری با 72 ملت مختلف که هر کدوم از این ملت‌ها مراسم و عقاید خاص خودشونو دارن. از راه رفتن روی آتیش گرفته تا آتیش‌بازی‌هایی که حتی چهارشنبه سوری ما ایرانی‌ها در مقابلش هیچی حساب نمیشه. جشنواره‌های رنگی که مردم در خیابون‌ها به هم رنگ می‌پاشن و شادی می‌کنن. اما در کنار همه این زیبایی‌ها بعضی از رسم‌ها هستن که غم‌انگیزه، مثل سوزاندن عروس‌ها. چرا این کارو می‌کنن؟ چرا موش‌ها رو حیوان مقدسی می‌دونن؟ و چرا تو خونه‌شون خبری از توالت نیست؟ اگه می‌خواید جواب این سوال‌ها رو پیدا کنید و بیشتر با این کشور شگفت‌انگیز آشنا بشید، پس ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. قبل از شروع لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. هند با نام رسمی جمهوری هند کشوری در جنوب آسیا است. جمعیتش در سال 2023 حدود 1,422 نفر بوده. دومین کشور پرجمعیت جهانه. پیش بینی میشه که تو سال 2028 جمعیتش با جمعیت چین برابر میشه. هند همچنین پرجمعیت ترین دموکراسی جهان رو داره. مردم این کشور به چند زبان صحبت میکنن. در کشور هند صدها زبان و هزاران گویش و لهجه وجود داره. علاوه بر 2 زبان هندی و انگلیسی که در قانون اساسی زبان رسمی کشور هنده، 22 زبان دیگه هم در یک یا چند ایالات به عنوان زبان رسمی شناخته میشه. هندوستان دومین کشور انگلیسی زبان دنیاست که بیش از 125 میلیون نفر انگلیسی صحبت میکنن. واحد پول هندوستان روپیه است و پایتختش هم دهلیه. ادیان مختلفی داره، از جمله ادیان مهم در هند که طرفداران و پیروان بسیار زیادی دارن میتوان به این موارد اشاره کرد: هندو، مسیحیت، اسلام، بودایی. معبدهای زیادی تو هند وجود داره که یکی از عجیبترین و جالبترین اون معبد کارنیماتا تو هنده که یکی از عجیبترین معبدها در جهانه. اینجا بیش از 20,000 موش زندگی میکنن و جالبتر این که مردم این موشها رو میپرستن. هر سال آدمهای زیادی برای ادای احترام به اینجا میان. موشها در همه جای معبد دیده میشن. مردم برای موشها شیر و نارگیل و غذاهای دیگه میارن و خیلی مراقب هستن که موشی رو زیر پا له نکنن، چون اگه یه موش زیر پا له بشه بدترین اتفاق ممکنه و شخص باید جریمه بده. اگر موشی از کنار کسی رد بشه این یه نشونه خوشیومنی به حساب میاد، مخصوصا اگر موش سفید باشه. مردم موشهای سفید رو تجسم کارنیماتا و 4 پسرش میدونن و میگن فقط 10 تا موش سفید تو معبد وجود داره. خوردن پسمانده غذای موشها یه نعمت برای اونا محسوب میشه. زیارت کننده ها شیر یا شیرینی هایی را که موشها قسمتی از اونو خوردن و میخورن و جالب اینجاست که تا حالا هیچ بیماری طاعون بین زیارت کننده ها نبوده و مردم این رو معجزه کارنیماتا میدونن. غذاهای گیاهی از محبوبیت‌های زیادی در هند برخورداره، به طوری که 15 تا 30% از جمعیت این کشور گیاهخوارن. برخی از مردم ترجیح میدن تنها گوشت ماهی مصرف کنن و هرگز از گوشت حیوانات غیر آبزی استفاده نمی‌کنن. حتی بسیار از رستوران‌های زنجیره‌ای بزرگ هند به غذاهای گوشتی لذیذشون مشهورن، هم در منوی خود غذاهای گیاهی دارن. یکی از مهمترین حقایق در رابطه با کشور هند اینه که برخی از شهرهای هند بهداشت به شکل درست و اصولی رعایت نمیشه. نزدیک به 70% مردم هند خط تلفن دارن اما در خانه خود سرویس بهداشتی ندارن و از فضای باز و کنار رود و سرویس بهداشتی‌های عمومی استفاده می‌کنن که باعث خطرهای زیادی میشه، از جمله تجاوز برای زنها و بیماری‌های فراوانی که به وجود میاد.
در حال حاضر هند برای ساختن سرویس‌های بهداشتی یارانه در نظر گرفته و در حال برگزاری کمپین‌های بهداشتیه. حالا بریم سراغ مراسم‌ها و رسم‌های عجیب این کشور که سالانه گردشگران زیادی برای تماشای این مراسمات به این کشور سفر می‌کنند. گاهی این مراسمات ترسناکه و گاهی هم حیرت انگیز. قبلش لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. عروسی قورباغه‌ها یکی از مراسم‌های عجیب و خنده‌دار برای گردشگران در هنده. توی این کشور وقتی بارون بین ماه‌های ژوئن و سپتامبر نمیباره و کشاورزان نگران زمین‌هاشون میشن، یه سری قبایل قورباغه‌های نر و ماده‌ای به نام‌های وارون و وارشا رو انتخاب میکنن و براشون عروسی میگیرن تا خدای باران رو راضی کنن. تو هند گاوها رو خیلی مقدس میدونن. در باور هندو گاو حیوان مقدسیه. تو محله گارابادا در گجرات مردم در روز اول جشن دیوالی یک شب را در معابد به دعا کردن سپری میکنن و فردای آن روز در مسیر گاوها روی زمین دراز میکشن تا گاوها از روی آنها رد بشه. باورشون اینه که اگر گاوها کمرشون رو لگد کنن مشکلاتشون کم میشه. البته اگر پای گاو به کسی بخوره نشونه خوش اقبالیه. جالب اینجاست که تا حالا هیچ گزارشی از صدمه جدی یا فوت کسی توی این مراسم نبوده. این رسم شاید عجیب به نظر بیاد ولی نشون دهنده احترامیه که هندی‌ها به گاوها میذارن. راه رفتن روی آتیش یکی از رسومات عجیب هندیاست که به اون تیمیتی میگن. این مراسم از سال 1840 تو هند شروع شده و یادبودیه برای الهه‌ای که همزمان با 5 تا برادر ازدواج کرده. روایت‌های مختلفی در مورد این الهه وجود داره، اما همه اونها به این اشاره می‌کنند که اون پس از پایان جنگ برای اثبات بیگناهی و مظلوم بودنش روی آتیش راه میره. هندیا با پای برهنه روی ذغال داغ راه میرن تا از این الهه آمرزش بگیرن و تحمل خودشون رو بالا ببرن. البته بعضی وقتا هم جنبه نمایشی داره. پرتاب کودکان از ارتفاع رسمی کهن در هند که قدمتش 700 ساله است و توسط پیروان هندو و مسلمانان هندی انجام میشه. این رسم در یکی از معبدهای هند برگزار میشه و در اون کودکان توسط یک زاهد مجرب از ارتفاعات 9 تا 15 متری به زمین پرتاب میشن. این رسم جهت آوردن برکت و سلامتی کودک به کانون خانواده و تبرک کردن زوجین برای فرزندآوری بیشتر انجام میشه. اگه فکر میکنید خطرناکترین آتشبازی دنیا برای چهارشنبه سوریه، سخت در اشتباهید. توی هند یه مراسمی به نام آگنیکلی هست که توی منگلور برگزار میشه و خیلی خطرناکه. شرکت کنندگان در حالی که برهنه هستن مشعل‌های آتشین رو به طور مستقیم به سمت یکدیگر پرتاب میکنن. این جنگ تمام عیار پس از شستشوی افراد در رود و تقسیم کردن اونها به 2 گروه شروع میشه. فاصله بین این 2 گروه معمولاً 20 متره. انگیزه برگزاری این معرکه بزرگداشت خدای جنگ هندوستان است. سوزاندن عروس در هند یک جنایت وحشتناکه، نه یک مراسم عجیب و غریب. توی هند برای ازدواج معمولاً خانواده داماد از خانواده عروس جهیزیه و پول میگیرن. اگر خانواده داماد فکر کنن که کمکاری شده و به اندازه کافی مهریه نگرفتن، ممکنه عروس رو زنده بسوزونن. آمارها نشون میده که فقط در سال 2010 8000 مورد مرگ به خاطر همین موضوع ثبت شد. دولت هند قوانین سختی برای مقابله با این جنایت وضع کرده، اما هنوز همین مشکل وجود داره. کتک زدن مردها تو جشن رنگ هند یعنی هولی داستان جالب و باحال داره. همه شما احتمالاً در مورد این جشن رنگارنگ چیزهایی شنیدین. داستان این جشن به این برمیگرده که لرد ویشنو و هیرانیاکاشیپو در نبرد خیر و شر با هم جنگیدن و ویشنو پیروز شد. تنها چیزی که از هیرانیاکاشیپو باقی موند اندکی خاکستر بود و مردم برای یادبودش سالها خاکستر رو به سر صورتشون میمالیدن. این خاکسترها امروزه با پودرهای رنگی جایگزین شد.
این مراسم در همه جای هندوستان به دلیل شور و هیجانی که داره مشهوره. نکته جالبی این مراسم تو شمال هنده. در شمال هند زنان هنگام برگزاری این مراسم با چوب به مردانی که از قبل لباس زنانه پوشیدن حمله میکنن و تنها وسیله دفاع مردا از سر و صورتشون یه تکه سپر چرمیه. افراد این نواحی معتقدن کریشنا که بزرگترین خدای هندوست و دوستانش به روستای همسرش رادا رفتن. زمانی که قصد ریختن رنگ بر روی او را داشتن، زنان روستا کریشنا را به چنگ آوردن و با چوب او را کتک زدن. به همین دلیل اونها هر سال این مراسم عجیب هند رو به عنوان یادبودی برای این واقعه برگزار میکنن. کدوم یکی از این رسم‌ها و رسومات عجیب بود؟ تو کامنت ها برامون بنویسید.